با درود خدمت همه عزیزان. امروز معرفی هدیه است. هدیه داستان عجیب غریبی داره. واقعا هدیه خداوند الان داره کلاشو تکون میده برای سنم. قربونت برم، من عاشق سنم شده این هدیه خداوند بود به ما. دخترم یه روز تو محل کارش هدیه رو بالای درخت میبینه و لای درخت بود. لای درخت بود. بعد به ما گرفتش و هدیه رام بود. تقریبا میتونم بگم پرنده رامی بود. 2-3 ماهه بودش وقتی اومد پیش ما. ای جانم، آواز میخونی هدیه؟ باید دلبری میکنی ماما؟ بابا سنم شوهر داره، شوهرش اینجا قبراق وایستاده. سنم خیلی هواخواه داره، همه عاشق سنم میشن با این، نمیدونم چرا. سالارم هم پذیرفته هم دنبالش کرد. جانم میگه رو تو زیاد نکن دیگه، ما تو رو راه دادیم. از اول رفت کنار اینا. وقتی که پیداش کرد دخترم آوردش، من اینو اسمش هدیه گذاشتم چون واقعا هدیه بود. انگار که جای این مانایی که از دست داده بودم خداوند به یه پرنده دیگه و دل برداد. بعد وقتی که اومد بیشتر کنار سالار و سنم آرام گرفت و من گذاشتم اینجا باشه. روابط خوبی با هم دیگه دارن. گهگاهی که زیادی میزنه زیر آواز برای سنم، سالار نکشو میچینه، میگه دور بر زن من نیا. رفتاراشون خیلی عجیبه. واقعا هر پرنده خصوصیت رفتاری خاص خودشو داره. هدیه ما کنار استاد اعظم برفی، جناب برفی خان من، قشنگ آواز خوندن رو یاد گرفت. چه جالب. سالارم داره سر تکون میده. ای جونم سالا تو خوشت اومده ماما آواز بکنه؟ سالار بعد از یه بیماری سختی که گرفت متاسفانه حنجرش داره مشکل شده و صدای ناهنجار و نخرشیده از حنجرش در میاد و میتونه تاثیر اون داروهایی بودش که مصرف کرده، چون من دامپزشکی 2 بار بردمش ولی متاسفانه اون بیماریش خوب شد ولی صداش بهش بر نگشت. صدا و دمش یه مقدارم تو ناحیه دمش و پر دچار اشکال شد، ولی در کل حالش خوبه، سلامته. ایوا تمام اینا رو از خود سالار یاد گرفته. این ریتمی بودش که سالار تو مستی میخواد. مرسی هدیه. کنسرت اجرا کردی مامانی. آفرین هدیه جو. خدای من هدیه خیلی دوست داشتنی و خاصه و اینا بیشتر اوقات با هم تو یه قفس نگهداری میشن. البته قفس برای اینا جنبه خونه رو داره. من اونجا تو اون محیط اینا رو کاملا آزاد گذاشتم و با هم روابط تقریبا خوبی دارن. دعواهاشون کمه. یه جورایی با هم به تفاهم و تعامل رسیدن. همزیستی دست جمعی. مگه نه سنم هم داره گوش میده. سنم جونم قربونت برم. سالار من، تو سالار کی بودی؟ هدیه گوش بده هدیه. بودو بیا هدیه. جانم قربون حنجرم. تو بالای درختا بودی هدیه؟ هانی نجاتت داد؟ وای برفی یاد گرفتی. آره کجا بودی؟ برفی بگو برفی
ماما. خدا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.